سرخط مهمترین خبرهای 19 اکتبر. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از مقامش استعفا می‌دهد. گروه طالبان اظهارات ولادیمیر پوتین را رد کردند و نظر ساکنان درباره پولک شدن خدمت در ارتش تاجیکستان. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. من مولا رجب یوسفی هستم. شروع میکنیم از یک خبر در دوشنبه. امروز دادگاه عالی تاجیکستان حکم متهم اصلی در قتل رفیده 8 ساله را اعلان میکند. مرافعه پس درهای بسته گذشت و هیچ طرف درباره جزئیات آن نمیخواهند صحبت کنند، ولی یک شرکت‌دار مرافعه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت روز گذشته دادگاه سخن آخرین عیبدار شونده و وکیل دفاع آن را شنید و به خانه مشورتی رفت. دادرس گفته از امروز 19 اکتبر حکم خود را اعلان خواهد کرد. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و با دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان میگذارند. یادرس می‌شویم که رفیده 8 ساله ساکن ناحیه رودکی روز 4 ایول سال روان از نزد منزلشان ناپدید شد و یک روز بعد جسد پاره پاره شده او را از حاجتخانه همسایه یافتند. در قتل این نابالغ همسایه 30 ساله آنها رحمت الله گدایف گمانبر دانسته می شود، اما با گذشت 3.5 ماه از این حادثه نظر گدایف و وکیل دفاعش به این قضیه تا حال معلوم نیست. قتل رفیده واکنش‌های زیادی نمایندگان جامعه شهروندی را به میان آورد و آنها طلب کردند که جزا برای آزار جنسی نابالغان در کشور پرزور شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از مقامش استعفا می‌دهد. خلیلزاد رهبر هیئت آمریکا در مذاکره با گروه طالبان بود. درباره استعفای او رسانه‌های آمریکایی با تکیه بر دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه ایالات متحده خبر دادند. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا روز 18 اکتبر گفت وظیفه زلمه خلیلزاد را من بعد معاون او توماس وست انجام می‌دهد. کاتب دولتی آمریکا از زلمه خلیلزاد تشکر کرده گفت برای 10 سالها خدمت کردنش به مردم آمریکا من از او منت دارم. خود زلمه خلیلزاد در نامه استعفایش از کارهای کردش حمایت کرد، اما در یک وقت اعتراف کرد که نتوانست مأموریت اخیر خود را کامل اجرا کند. تنظیم سیاسی میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آنطوری که پیش بینی شده بود عملی نگردید. سبب‌های این زیادند و نظر خود را در هفته‌های نزدیک بیان خواهم کرد. نوشته از خلیلزاد. زلمه خلیلزاد 70 سال دارد و زاده افغانستان می باشد. او نخست برای تحصیل به آمریکا رفت و بعدا شهروندی این کشور را قبول کرد. خلیلزاد سالهای پیش سفیر ایالات متحده در افغانستان، عراق و سازمان ملل بود. او رهبر هیئت آمریکا در گفتگو با گروه طالبان بود که در شهر دوحه قطر برگزار شد. در پایان این مذاکره 29 فوریه سال گذشته آمریکا و طالبان به امضای سند دست یافتند. بر اساس این سازشنامه همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند و بر عوض گروه طالبان با حکومت کابل مذاکرات صلح را پیش میبرد. بسیاری ها در افغانستان و بیرون از آن عملکردهای زلمه خلیلزاد انتقاد میکنند. به گفته منتقدان خلیلزاد با مذاکرات خود با طالبان به این گروه افراطگرا مشروعیت سیاسی بخشید و هم نتوانست راه را برای یک صلح پایدار در افغانستان هموار کند. گروه طالبان اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را درباره حضور گسترده داعش در افغانستان را رد کردند. ولادیمیر پوتین هفته گذشته در نشست رهبران اداره‌های امنیتی کشورهای مشترک المنافع در مسکو گفت عین زمان در افغانستان فعالیت گروه‌های تروریستی به مثل داعش ادامه دارد. از عراق و سوریه جنگجویان تمرین دیده می‌آیند. برای همین استثنا نیست که تروریستان برای ناآرام ساختن کشورهای هممرز مشترک المنافع تا ورود مستقیم تلاش کنند، گفت پوتین. ولی امیرخان متقی وزیر کارهای خارجه حکومت طالبان این حرفهای رئیس جمهوری روسیه را رد کرد. متقی در صحبت با تلویزیون تولو گفت داعش در افغانستان کدام قوت نظامی و یا کدام مرکز ندارد، ولی برایش تبلیغات می شود. تبلیغاتی که به گفته وزیر کارهای خارجه طالبان به نفع گروهی به نام دولت اسلامی است. مقامات طالبان در حال حضور گسترده داعش را در افغانستان رد می کنند که این گروه در 2 ماه اخیر چندین ترکش‌های پرقربانی انجام داده است، از جمله ترکش در فرودگاه کابل و هم 2 ترکش در 2 مسجد شیعیان در افغانستان. پیشتر گروه به نام دولت اسلامی گفته بود در افغانستان شاخه خراسان این گروه فعالیت دارد.
از 1 اکتبر در تاجیکستان دعوت جوانان به ارتش آغاز شده است. این معرکه که 2 ماه دوام می‌کند بر اساس قانونی نو صورت می‌گیرد. بر اساس این قانون جوانان می‌توانند با پرداخت 25000 سامانه و گذشتن از دور 1 ماهه تیاری صاحب بلیط حربی شوند. خبرنگار رادیوی آزادی نگارای فضل‌الدین در کوچه‌های دوشنبه از ساکنان پرسید که آیا راضی‌اند که فرزند آنها برای عوض سپردن مبلغ از خدمت آزاد شود. آدمایی که بلیط می‌خرند اونو با خیالم بسیار چیزا را دست می‌دهند. دوره اتفاق شوروی ده آدم‌ها خدمت می‌کردند، بچه‌ها با قوت می‌شدند، اما طرفا زندگیشون با زندگی عادت می‌کردند، همه چیز را یاد می‌گرفتند، می اومدن به کار مستقلیت مستقلانه قدم می‌موندند، کار می‌کردند. برای چی نه؟ برای چی پول میتن و فرزندانشو از راه میگردونن؟ این کار نادرست است به فکر من. به فکر من هر یک فرزند باید این قرض از در گردن اونها. هر یک فرزند باید رفته خدمت وطن ادا کند. باید پدر و مادر این رو گوید که پسرم تو باید خدمت کنی. Вы согласны заплатить 25 000 сомов? У меня таких денег нету, и поэтому я не смогу оплатить. فرق نداره. من راضی بودم که به ارتش روم، ولی با دلیل اون که اولی که من لیسه خوندم 4 سال دوام کرد، بعداً دانشکده صنعت خوندم که با طولانی تر شد، سن سالم به 26 رسید و اون 1 سال دیگه شم نمیدونم با چه دلیل برای من دیگه دعوتنامه نامد و منم دیگه همین خیلی از خدمت خلاص شدم، خودم بی‌خبر موندم، ولی من راضی بودم که روم خدمت وطن کنم. همون 1 سال هیچ وقت نمیخوام. هنوزم راضیم که اگر خدای نکرده کشور من در خطر روبرو شود، هنوزم راضیم که رفته یک دوره‌های تعلیمی گذارم. برام بسیار جالب است با سلاح کار کردن. بسیار میخوام که وطن حمایت کنم تا حدی که میتونم. ما میخوایم که پرداخت کنیم به خاطر که پدر و مادر سرگردان نشوند، مقصد خواتیر نشوند که پسر ما در کجا چی. برای ما بهترش این میشود. تا پویسکان بیا میریم یا به قپانون میریم، خیلی خیلی دبروال میریم ده خدمت تاجیکستان کنم. برای همین خوبترش خدمت. شما خودتان خدمت کردگی هستید؟ ما خدمت کردگی نیستم. осон ва дастрас. хабарҳои навро аз канали телеграмми радиои озодӣ пайдо кунед. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 اکتبر را فرا میگیرد. 19 октябри соли 1939 дар театри тоза таъсиси опера ва балети тоҷикистон нахустин операи миллии шӯриши восеъ ба саҳна гузошта шуд. мусиқии онро оҳангсози армании табор Сергей Баласанян ва матнашро шоирони саршинос Мирзо Турсунзода ва Абдусалом Деҳотӣ эҷод карданд. баъди ин театри опера ва балети тоҷик шоҳиди эҷоди даҳҳо намоишномаҳои дигар шуд ки барои рушди ин ҳунари театрӣ мусоидат кард. вазорати адлияи тоҷикистон гуфт ки соли 2014 омори издивоҷи шаҳрвандони тоҷикистон бо хориҷиҳо 67% афзудааст ва агар бештарин ҳолатҳо марбут ба барпо шудани оилаҳо бо шаҳрвандони ӯзбекистон бошад, аввалин ҳолати издивоҷи зане бо шаҳрванди чин ҳам сабт шуд. инчунин ҳолатҳои хонадоршавӣ бо эрониҳо, афғонистониҳо ва русҳо ҳам будааст. қонунҳои ин кишвар аз хориҷиҳо таъмини ҳамсари тоҷик бо хонаро пеш аз никоҳ тақозо мекунад. саргузашти тасаввурнопазири як сокини ноҳияи ҳисор аз саховатмандиву дилсӯз будани мардум дар тоҷикистон дарак дод. дар пай нашри гузориши видеоии радиои озодӣ аз зиндагии сахту сангини модари танҳо бо 6 фарзандаш дар як вагони оҳанӣ, афроди саховатпешаву меҳрубон вокуниши сареъ нишон дода дар як шабонарӯзи 18 ба 19 октябри соли 2018 ин оиларо бо хонаи дуҳуҷраӣ таъмин карданд. зуҳро сайфуллоева ки аз шароити сахти зиндагӣ барои ба интернат додани фарзандонаш омода шуда буд, тасаввур намекард ки дар 24 соат ба номи ӯ $15,500 ҷамъ мешавад. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 19 اکتبر چنین اعلان کرده است:
بیننده عزیز، این برنامه نوید بامدادی بود که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. اطلاع از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org پیدا کنید. خدا نگهدار.